شعر جذاب او شعر همزمان تاجیک را با شعر ناب هزارساله پیوند جاودانه بخشید. زبان بای و پرغناوت و پاکی دری و تاجیکی را جایگزینش کرد. سبک خراسانی رودکی و فردوسی را جلوی توانمندی دیگر بخشید. این حرفا به شاعر شیرین سخن شعر لایق شعرعلی تعلق دارد که قدمجویش زیارت نوبتی برنامه قدمجاست. استاد لایق شعرعلی 20 می سال 1941 در همین دهه یعنی دهه مزار شریف به دنیا آمده است. نمونه لباس‌هایی که ما بعد از ساختن اتاقخانه در اینجا به نمایش گذاشتیم، نمونه لباس‌هایی که خودشان می‌پوشیدند و لباس‌هایی که از دیگر طرف تحفه شده است. من در اینجا طاقی، دستپاکن، لباس‌های کارتون، برود و همه اینها لباس‌های خودشان و ظرف‌هایی که در اینجا گذاشته شده است به مناسبت 60 سالگی روز تولدشان که سال 2001 20 می جشن گرفته شده بود از طرف حکومت ولایت و از طرف حکومت شهر و از طرف حکومت جمهوری به اینجا همچون تحفه فرستاده شده است. حیرتاً در اینجا شما چند نمونه از لباس‌های قرقیدی را می‌بینید که این در 50 سالگی روز تولدشان در دوشنبه در کاخ باربد جشن گرفته بودیم. در همینجا یکی از شاعران مشهور قرقیز عمر سلطانوف یگانه از آسیای مرکزی به همجا اشتراک کرده بود. یک جیلق، کلاه و همچنین آنجا تازیانه را در همون صحنه در تالار همون صحنه تحفه کرده بودند. همچنین بعدا تاقی و دیگر چیزهای وی که من در اینجا میبینید این از خیلم از طرف جنوب بعد وی پامیری دخت پامیری بعد در اینجا نمونه پاهدولشان آوردگی. این جامدانی که میبینید این جامدان دوره و دانشجویشان است که با همین جامدان هم من و هم استاد لایق هم آموزشگاه آموزگاری را ختم کردیم و هم دانشکده آموزگاری را در شهر دوشنبه استاد لایق تمام کردند. همین جامدان جامدان تاریخی است. استاد لایق یک خصلت داشتن که ادخوردی به هر یک چیز جواب‌های عجایب میدادن، خصوصا جواب‌های شاعرانه میدادن یا سخنی میگفتن که همتالان اونقدر گفتن نمیتوانید. مثلا زمستان‌های پیشتر بسیار خنک بود، بعد قریب که در خانه‌ها علاب نبود، پیچکه نبود، رودای آفتاب رو آدم‌ها برآمده آن آفتاب رو وشته گرم می‌شدن. بعد باری استاد لایق طرف پدرم دادا چه به همین مردم بیکار شدین؟ یک بیل می‌کنن گفته همین کوه‌های نمی‌کنن که آفتاب نختر رسد و نختر گرم شود. پدرم گفتن که اینا آینده کار شما از دست ما این کارا نمی‌آید. لایق شخصی بود به نهایت انسانی بزرگ و درباره او سخن گفتن هم خیلی مشکل است و هم خیلی آسان است برای اینکه او بسیار ساده هم بود. در زندگی او به نهایت یک شخصیتی ساده، بسیار شخصی زمینی، بسیار یک شخصی که با همه قریب که یک خیل بود و به هر کجای میرفت چطوری خودش مگر هر کجایی که میرفتم در آنجا سرود می آوردم، شادی می آوردم برای مردم و چون به خانه هم می آمد همیشه به خانه هم یک فرح و شادی گرفته می آورد. وقتی اگر بسیار خسته شده باشد، بسیار مانده شده باشد، همیشه می آمد در عائله با فرزندانش در یک جا می نشست با آنها بعضا شاهمات بازی میکرد، بعضا شعرخوانی هاشون گوش میکرد و بخصوص آرام با دختراش می نشست و بخصوص با صبا
сабоя бисёр дӯст медошт, мегуфт ки ин нусхаи модари ман аст ва ҳардушон сар ба сар мемонданду баъд бисёр ҳамин хел ором менишастанд. Мегуфт тамоми ғаму анду, тамоми хастагии ман мебарояд агар ман дар байни шумо бошам. баъзан онҳоро рақс медаровард. мегуфт ки ягон мусиқии бисёр фора мон аз сурудои ҷӯйрабек муродова дӯст медошт, сурудои муродбек насриддинова дӯст медошт, сурудои афзалшоҳ мемонду. баъд мегуфт ки акӯ шумо рақс кунед, ман камтар хурсандӣ кунам. дар хона агар ки меомад ҳамеша шодӣ буд, хурсандӣ буд, фараҳ. در اینجا نمونه حجت هایی که اویدی لوریت مکافات دولت های آسیا و آفریقا جایزه و نیلوفر همه حجت جای گیرد. بعد از آن در اینجا ساعت دستشان همچون نمونه گذاشته شده است که ساعت مخصوص خودشان بود. بعد شناسنامه دیپلماتی در اینجا گذاشته شده است. انا در این طرف اعلاچه معارف خلق و اینچنین لوریت جایزه دولتی به نام عبدالله که استاد لایق به این سزاوار شده بودند گذاشته شده است. در اینجا نشان وتران مهنت. این حجت هایی که میبینید این نمونه نبض آخری نشان که کاردیوگرام کرده شده است و در اینجا نسخه اصل خطشان، همون نسخه اصل خطشان در اینجا همچون نمونه آورده شده. من این کتاب هایی که از طرف ادیبان همکارشان تحفه شده است و هم عجایبش این که من این رادیولا سال خانه‌داریشان سال 1966 خانه‌دارشویشان یک گروه ادیبان خوجان تحفه کرده بودند. در توی عروسی دامادشان تحفه کرده بودند. تا حالی همه استفاده برده نشده و آورده همینجا مانده. هر کوه وطن سری بلندی توی ماست، هر سنگ وطن بسان هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن ما را مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. لایق با گریه‌هایش رفت. چهره شادش پژمرده شده بود. لایق محفل را دیگر در محفل دیده نمیشد. گویا انتظار فرجامش را داشت و میگفت الای عصر 21 عجب نیست که آغازت بود انجام لایق. لایق شیرالی ماه یونی سال 2000 از دنیا درگذشت و در برنده روچاپ به خاک سپرده شد.